الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. از سخنان عزیزمان حافظ مولانا اسماعیل استفاده کرده. الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت فرماید. صحبت مختصری در رابطه با همین آیات هست که تلاوت شد حضورتون. امروز در جامعه اسلامی و در میان مسلمانان متاسفانه افراط و تفرید هست. هم کوتاهی زیاده. بسیاری هستند که در حد نسبت به دین بی تفاوتند و نسبت به احکام الهی که حتی نماز هم نمیخوانند، روزه نمیگیرند، زکات نمیدند. و بسیاری هستند که فرق حرام و حلال هم نمیکنند. یا حرامه یا حلاله و یک برای خودشون توجیه میارند و شیطان در دلشون وسوسه میاندازد و حتی خودشون را تسلی میدن که الله بخشاینده است. شک نیست در این که الله مهربانه، الله بخشاینده، ولی الله قهارم هست، شدید العقاب هم هست، عذاب سخت داره. و اعتدال آنه که هم ما مهربانی الله تعالی و رحمت الله تعالی را هم در نظر بگیریم و عذاب الله و قهر خدا را هم در نظر بگیریم. الله هم بر مسیر اعتدال و صراط مستقیم همین راه اعتدالی هست، راه میانه، راه وسطیت هست. و بسیاری مسلمانان که به هر حال اون به مسیر اعتدال هستند، همه چیز را در نظر میگیرند. و انسان که همه چیز را در نظر میگیره در راه وسطیه و در راه اعتدال قرار میگیره. آن حضرت بسیار مواظب بودند در عصر خود و زمان خود که صحابه کرام رضوان الله تعالی مجمعین افراط هم نکنند، تفریط هم نکنند. همانطور که آن حضرت به نماز تشویق میکردند که نماز بخونید و خودشون نماز میخواندند و نماز روشنایی چشم خود میدانستند، ولی آن حضرت از نماز منع کردند. کسانی که در نماز افراط میکنند، از یکی از صحابی بسیار بزرگوار که برادر حضرت سلمان فارسی بود و سلمان فارسی و انصاری بود و حضرت ابوالدرداء بود و سلمان رضی الله تعالی عنه مهاجری به هر حال ایرانی بود و شبی آمد به خانه برادرش. اینجا دید خانمش مثل بیوه هست، یعنی کسی شوهر داشته نباشه. گفته که شما چرا اینطورید؟ گفته که آخر شوهر من به دنیا هیچ میلی نداره و ایشون روزه هست و شبها عبادت میکنه. و حضرت ابوالدرداء مواظب شد و هر دو برادر کنار هم خوابیدن و همین که یک تازه خواب رفتن، ابوالدرداء بلند شد که عبادت. گفت که نه، بخواب.
ابو الدرداء را خواباند. ابو الدرداء خوابید بعد بلند شد و بخواب. شب او را نگذاشت برای نماز خواندن و آخر شب تقریبا 1/3 شب مانده بود. حال هوش ساعت تا 2 شب از این وقت ما هر دو بلند شد. او را هم گفت تو بلند باش. نماز خواندند و به روزه اجازه نده که تو روزه بگیری که چرا زن تو مثل بیوها زندگی بکنه و تو باید که هم حق زن ادا بکنی حق بدن هم ادا بکنی. نباید تمام شب عبادت بکنی. هم عبادت بکنم بخواه، هم روزه بگیرم بخور. و فردا وقتی که خدمت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم رفتن ابو الدرداء شکایت کرد که برادر من با من چنان رفتاری کرده. آن حضرت گفت که صدق سلمان راست میگه، همین درسته که شما هم عبادت بکنید، هم بخوابید، هم روزه بگیرید، هم روزه را بخورید. روزه نفله، بعضی روزه بگیر، بعضی روزه بخور. و فرمودن که زن بر تو حق داره، مهمان هم بر تو حق داره. مهمان که می آید باید بر مهمان بشینی سر سفره، غذا با او بخوری، مهمان پذیرایی بکنی، اینک خودتون روزه باشید و مهمان بخوره. مهمان خوش نمی گذاره اینطور، پسندش نمیشه اینطور. و زن حق داره، چشم حق داره، نفس بر تو حق داره، مهمان حق داره. و ان لزورک علیک حقا و لعینک علیک حقا. و آخر فرمود فاعط کل ذی حق حقا. تمام صاحبان حق را حقش را بده. اعتدال در عبادت. وقتی که چند نفر آمد خانه آن حضرت تحقیقات کردن که آن حضرت شب چگونه عبادت میکنه. تعریف کرده که حضرت میخوابه، آخر شب بلند میشه عبادت میکنه و روز گاهی روزه میگیره، گاهی میخوره. و وقتی که عبادت آن حضرت را تعریف کردن، اینها عبادت آن حضرت را کم دانستن. گفتن که آن حضرت معصومند، الله تعالی ایشونا بخشیده گناههای اول و آخر برشون معاف کرده و حضرت نیاز ندارم به آنقدر عبادت. ما بیشتر میتونم عبادت بکنم. یکیش گفت که من عهد کرد که تمام زندگی روزه میگیرم، روزها نمیخورم کل زندگی. دیگری گفت که من ازدواج نمیکنم و همه به عبادت میپردازم. و یکی گفت که شبها نمیخوابه، شب تا صبح عبادت میکنه. وقتی که آن حضرت آمد و خبر این 3 نفر دادن، آن حضرت خیلی ناراحت شد. گفتن که آن حضرت فرمودن که فرمودن که از همه شما بیشتر خدا را میشناسم و رضایت پروردگار در این عبادت نیست. خدا اینطوری عبادت نمیخواهد که حق و حقوق. یکی گفت من ازدواج نمی کنم و همین تا آخر عبادت میکنم. فرموده که این الله تعالی به این عبادت راضی نیست. این افراطه، این تندرویه در عبادت. والله چنان عبادتی را نخواسته. عبادت در مسیر اعتدال باشه. فرموده من که از همه شما خدا را بیشتر میشناسم و بیشتر از خدا میترسم، هم ازدواج میکنم، حق زن و بچه را میدم و هم عبادت میکنم، هم روزه میگیرم، هم میخورم، هم میخوابم، حق بدن میدم، حق چشم ادا میکنم، استراحت بدن ضروریه و هم عبادت میکنم. آن حضرت مواظب و به شدت رد میکردن حضرت افراط را و تندروی را و مسیر
سنت انبیاء ازدواج که هم ازدواج بشه، حقوق زن و بچه رعایت بشه و هم روزه بگیری هم بخوره هم صدقه بده. تازه مواظب بودن کسی افراط در صدقه نکنه. فرمود هرگاه که شما صدقات و خیرات میدید در راه الله تعالی برای زن و بچه خودتون بگذارید. اینطور نباشه که از اینجا صدقه کن و برو از اونجا به گدایی، برو اونجا به قرض کردن و دین کرده. این صدقات الله تعالی نمیخواد. این صدقات بر مسیر سنت نیست، این ثواب نداره. شما هم بده، صدقه بکن و اینطور نباشه که همه مالا نگه دار برای خودت، نه زکات، نه خیرات، نه خانواده زندانی، نه یتیم ها، نه فقرا، نه مدارس، نه مساجد، نه راه های خیر، همه را جمع بکن برای خود بخور. این تفریطه و کوتاهیه و این هم مردود نزد الله تعالی و نادرسته. این هم درست نیست که تمام یک خیرات بکن و لباست را تکان بده و بلند باش و بعد فردا گرسنه ای و چیزی نیست که بخوری. این هم درسته. این افراطه، او تفریطه. و لحاظ مسیر اسلام نه مسیر افراط، مسیر اسلام مسیر دینه و نه مسیر تفریط، کوتاهی و نه تندروی، اعتدال، میانه روی. حقوق مردم در نظر بگیر، حق الله را در نظر بگیر، حق بدنت را در نظر بگیر. در همه مسیر، در همه مسائل تعلیم زیبای آن حضرت و مسیر آن حضرت، سیره آن حضرت، سنت آن حضرت وسطیت و میانه هست و نتوند روید و افراط را الله نمیپذیره. هر عبادت و اعمال و راه و روش و منش که از مسیر آن حضرت خارج باشه، از مسیر سنت باشه، نزد الله تعالی مقبول نیست، مردوده. و میان روی مهمه. بسیاری حالا به نام اسلام کارای را انجام میدن که اینها به اصل اسلام ضربه وارد میکنه، اصل دین زیر سوال میبره. بسیاری کسانی که میخوان در دین داخل بشن عقب نشینی میکنن. وقتی تفریط و کوتاهی مسلمان را میبینن، وقتی افراط و تندروی مسلمان را میبینن. و دین اسلام دین میانه، دین وسطیت عدل هم که در اسلام بسیار مورد تاکیده و از ارکان مهم دینه و از فرایض مهمه. عدل هم معنی میانه روی و وسط. انسان بی‌عدالتی بالاخره این ظلمه و خروج از راه اسلام به. و اسلام راه میانه عدالت، میانه روی، انصاف، اینها در مسیر دینم. تندروی به اسلام ضربه میزنه، افراط به اسلام ضربه میزنه، تفریط هم به خود انسان هم ضربه میزنه، به دین هم ضربه میزنه. و اصل دین میانه دینه که صحابه رضوان الله تعالی به هم معتقد بودند. اسلامی که از طلیب هم معتقد بود رضی الله تعالی عنه. اسلامی که حضرت حسن و حسین به هم معتقد بودند، حضرت زهرا، حضرت خدیجه الکبری. همه این اسلام وسطیت، میانه روی هست. تندروی در زندگی این بزرگان نبود. مسلمان هم باید بسیار مواظب باشند که به دین ضربه وارد نشه، به اصل اسلام عمل کرده مسلمان ضربه نزنه. ما اسلام را زیر سوال نبریم، مردم را در دین مشکوک نکنیم به عمل کرده خودمون. و یک نکته مهم آنه که ما از دین نخوریم.
به نام دین، کسانی که استفاده میکنن به نام دین برای منافع دنیا، به نام قرآن، به نام دین استفاده میکنن برای منافع سیاسی، برای منافع مادی، برای منافع دنیا، این به هیچ صورت جایز نیست. ما نباید به نام دین بخوریم، به نام حضرت رسول صلی الله علیه وسلم استفاده بکنیم و برای منافع خودمون، منافع دنیا، برای منافع سیاسی که منافع دنیا است. و دین اگر ما نتوانستیم که دین تقویت بکنیم و دین ما نتوانستیم که نشر بکنیم و کمک به دین برسانیم و خادم دین باشیم، حداقلش اینه که از دین منافع خود را از راه دین تامین نکنیم. دین مال الله و برای الله و همین و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. امتهای پیشین و گذشته را الله امر کرده بود که خدا را عبادت کنید و دین را خالص برای الله تعالی بگردانید. دین خالص برای الله و نباید دین برای منافع سیاسی ما باشه. اینه که اعتقاد ما اینه که دین سیاسی نیست، ولی سیاست باید در خدمت دین باشه، سیاست تابع دین باشه و نه دین تابع سیاست باشه، دین برای سیاست باشه. و این یکی از مسائل مهمه. قرائت میانه و قرائت ما که او را میانه میدانیم از دین همینه که دین سیاسی نیست ولی سیاست باید در خدمت دین باشه. لذا توی سیاست دینی و اسلامی دروغ جایز نیست. در سیاست اسلامی صداقت فقط اعتبار داره. در سیاست اسلامی هیچ چیزی نباید خلاف شرع باشه و مسیر شریعت، راه شریعت، خیانت درست نیست، عهدشکنی درست نیست. برای اینکه نه خلاف در دین مخالف به عهدشکنی، دین مخالف به دروغ و دین مخالف به وعده خلافی و روی این سیاست و همه سیاسیون در همه جای دنیا باید در چارچوب دین عمل بکنن، مخصوصا سیاست مدارانی که حکومت اسلامی دارند و میگن ما بر مسیر اسلام، مسیر حضرت میریم، لازمه بر اونها که شریعت رعایت کنن، قرآن رعایت کنن، پایبند احکام دین باشن، پایبند قوانین شرعی باشن و هیچ چیزی خلاف شرع انجام نگیره. هرچه که شریعت جایز دانسته جایزه، هیچ چیزی جایز نیست برای هیچ کسی که مخالف با کتاب باشه. قرآن کتاب خدا، مخالف با سنت آن حضرت صلی الله علیه وسلم، سیره آن حضرت باشه. ولهذا بر همه رعایت کردن این مسائل مهمه و رعایت کردن اعتدال و میان روی برای همه مهمه. و بدانید که تنها خدا با کسی همراهه، با جمع همراهه، با حکومت همراهه که در رابطه با منافع ملت فکر میکنه، در رابطه با خدا فکر میکنه. خدا محوره، ملت محوره، ملت حفاظت کنه، خدا را مراعات کنه، دستور خدا را و برای منافع ملت و ملی فکر میکنه. الله تعالی همین دستور داده به حبیبش
حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. آن حضرت تمام فکر آن حضرت، سیره آن حضرت، سیره خلفای راشدین، سیره حضرت علی همین بود که برای منافع مردم فکر کردم، برای منافع دین و برای الله فکر کردم. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة. و این فکر باید فکر درستی باشه، در مسیر درست باشه و این فکر الله حمایت میکنه و الله با این فکر موجوده. و مهمه برای سیاست مداران این که در رابطه با ملت فکر کنن، برای منافع مردم فکر کنن، برای منافع کشور فکر کنن و مردمشون را دریابند و مردم در چه شرایطی امروز قرار دارند و برای کسی مخفی نیست و به خواسته های مردم توجه کنند و فریاد مردم را بشنوند. حیاتی مهمه این سیاست اسلامی و درسته، روی مردم فکر بشه، منافع مردم. ارزش حکومت داری در این است که روی منافع مردم فکر بشه، روی منافع اول ملت خود و برای منفعت همه بشر، همه انسانیت فکر بشه. و لحاظا توجه به تقاضای مردم و خواسته مردم، شنیدن حرف مردم. برای مردم از بیش از 1 ساله که مردم حرف دارن توی کشورمان، در ایران اسلامی مردم صحبت دارن، گذشته صحبت نداشتن و این دلیل برانی که مردم مشکل دارن. مردم همه خیرخواه کشورشون هستن، همه ما خیرخواه کشوریم، خیرخواه ملتیم، آب و خاک خودمان را، کشورمان را دوست داریم، از منافع ملی، از وحدت ملی حمایت میکنیم، از تمامیت ارضی کشور حمایت میکنیم و خواهان امنیت ملیم و بدخواه کشور نیستیم. خیر کشور همه مردم، اکثریت همین ملت که کشور خانه همه است و چه انسان بدبختی باشه که ضرر آب و خاکش را، ضرر خانه‌اش را بخواد، خانه خود را میخواد به کسی دیگه تحویل بده. هر کس خانه خود را حفاظت میکنه و برای کشته هم میشه در دفاع از خانه. و این ملت، این صدای مردم هست، خواسته هست صدای مردم هست. شنیدن این خواسته حکمت بزرگی است، بالاترین حکمت، بالاترین سیاست و دانش و هوشمندیه که صدای مردم شنیده بشه و فکر بشه. ما گاهی که حاکمان و مسئولان یا علما بگم از مردم انتظارات دارن و با انتظارات مردم هم گوش کنیم. اگر ما بنده انتظار دارم که شما حرف بنده را قبول بکنید، باید من خواسته های شما را توجه کنم، ببینم شما چه خواسته از بنده دارید، چه میخواهید. این طرفینی هست، یک طرفه که نمیشه، هر دو طرف باید توجه بشه. نباید ملت به رنج بیفته، نباید مردم به زحمت بیفتن، مردم در تنگنا قرار بگیره، مردم حرفشون شنیده بشه. ما توی برنامه های ما زمانی میتونیم موفق بشیم که مسیر اعتدال بیاییم،
مسیر میانه بیاییم، سختی نباشه زیاد و ویل هم نکنی همه برنامه ها. سیره آن حضرت را بگیریم، سیره بزرگانمون اولیاء الله را، مسیر قرآن، مسیر سنت آن حضرت و سیره آن حضرت وسطیه و میانه هست. خواسته های مردم توجه کنه. ببین مردم الان چه رنجی دارن میکشند در این شرایط. مردم در رنج شدید هست. گذشته اینطور نبوده، الان به این شرایط سخت مردم رسید. اکثریت ملت اونا هستند که زندگی برایشون مشکله و عاجز ماندم از اینکه بتوانند خانهشون را اداره کنن، عائلهشون، زن و بچهشون را اداره بکنن. در این عاجز ماندم و همینی که این اعتراضات گذشته هم برای همین بوده و خوب بود، چه زیبا بود که حرف مردم شنیده میشد و در مسیری که رضایت مردم هست رضای خدا هم در همونه. مردم هیچ وقت خلاف دین نمیخواهند، نخواسته بودن از مسئولین. تا آنجایی که دین اجازه میداد میرفتن، تا آنجایی که قرآن اجازه میداد میرفته. کاملا این رضایت مردم حل میشد و لحاظ این سبب شده که ناراضگی در کشور ما گسترش پیدا بکنه و زیاد بشه. اقواما، ایران متشکل از مذاهب، ایران متشکل از اقوام، ادیان و دیدگاه های مختلفن، اقوام گوناگون و زبان های مختلفن در همین یک کشور و دیدن همه و شنیدن حرف همه و توجه به خواسته های همه، این میتونه وحدت ملی ایجاد بکنه، این میتونه همبستگی ایجاد بکنه، این میتونه همراهی ایجاد کنه که همراهی بکنن و به حرف مسئولان توجه کنن. و الان مردم در یک جای گیر کردن که به هر حال این مدت هیچ قدمی در جهت خواسته های مردم برداشته نشده. همهش سختی، همهش فشار، همهش مقاومت در مقابل خواسته های مردمی و لذایی سبب شده که بر مردم فشار بیشتر وارد بشه و مردم برای آینده خودشون افق روشنی بالاخره وقتی نبینن، وقت مردم خواسته ها را، خواسته های مسئولان که انتظار دارن که باید بپذیرن خواسته هایشون، مسئولان چه اندازه توجه کردن به خواسته های مردم؟ مسئولان اگر افق روشنی دارند باید جلو مردم بگذارن و روش گذشته بالاخره جواب نداده که مردم ناراض شدند، این مردم اعتراض دارند، این مردم مشکل دارند، فشار و بالاخره جواب نمیده، گفتگو جواب میده، مذاکره جواب میده و کنار آمدن از خواسته های خود مسئولان و از مسیری که دارن میبرن به خواسته های مردم به مردم کنار بیاید و خواسته های مردم ها بشنوند. این میتونه ملت وابسته بکنه، ملت برای ملت افق روشنی میشه و لحاظا الان مردم افق روشنی باید ببینن برای زندگی آینده شو. بهرحال این مسائلی که الان در کشور در پیشه و
هیچ نوع تغییرات برابر با خواسته های مردم در این ایجاد نشده. مردم تغییراتی را نمیبینن. بر همون روال سابق که ملوان سابق که هنوز تنگناها بیشتر شده و این حرفها را روی خیرخواهی میگم و دل سوزی میگم. لحظه این مردم هنوز مسئولان فرصت دارند فکر کنند، روی توجه کنند به خواسته مردم و به نحوی رفتار بشه و سیاست تنظیم بشه که ملت برای خودش یک افق روشنی ببینه و به آینده امیدوار باشه. توی تمام مسیرها باید سنت حبیب نگهداری بشه. ما ببینید توی مسئله زندان ها هست، توی مسائل جزایی کشوره، توی مسائل قضایی کشوره، در بازجویی ها هست، در باز دستخانه ها و زندان ها هست. همه جا باید ببینیم که وقتی میگیم که بالاخره اسلامی، باید ببینیم که صاحب اسلام، بنیانگذار اسلام چگونه رفتار کرده با اسیران، با زندانیان. آیا چقدر اعدام بوده، چقدر اعدام داشته حضرت، چقدر اعدام داشته حضرت علی، چقدر اعدام داشته خلفای راشدین. آیا کسی را متهمی را کتک زدن برای اعتراف، فشار آوردن برای اعتراف اسلامیه؟ بسیاری کارها هست که ممکنه با سیره آن حضرت تطبیق نخوره که اسلامی نمیشه. منش انجام بدم، من که بالاخره مسیر مشخصه، لازم اگر من یک کاری را انجام بدم که در سیره آن حضرت نیست، این اسلامی نمیشه. در قرآن نیست، اسلامی نمیشه. اسلامی زبان میشد که در مسیر آن حضرت، مسیر قرآن و دستور قرآن باشن و این میشن. این مسائل تقوا ایجاب میکنه، فرهیزگاری ایجاب میکنه، خدا ترسی که ما مسائلمون همه یکسان عمل نکنیم، همیشه بازبینی بکنیم، ببینیم به راه صحیح که الله تعالی بر راه صحیح و راه درست و صراط مستقیم ما را همراهی میکنه و این ممکنه به جای نفع ضرر باشه و نقصان پیدا بشه برای کشور، برای مملکت. و این مسائل همه مسائل که در قانون اساسی آزادی های مذهبی آمده و قانون اساسی میگه، قانون اساسی یکی گفته بود که بهترین قانون دنیا است. اما برای این قانون، بهترین قانون دنیا چقدر عمل کردی؟ آیا عمل میکنیم یا کسانی که قدرت دارن به هر جای که دلشون خواست عمل میکنن؟ و بله این قانون ما اعتقادمون است که خیلی مشکل داره و ملت الان به همین مشکلات بعض بنده های قانون اساسی گیر کرده. دو تا مشکل، یکی که قانون 44 سال قبل قانون تدوین شده برای نسلی که گذشته، الان اونایی که اون زمان قانون خبرگان تصویب کردن، حالا اونا همه رفتن، از اونا خیلی تک و توک مانده، اونا در عالم برزخ هم. و این نسل جدید آمده، نسل امروز، نسل دیروز نیست، امروز دیروز نیست. و اینها دیگه شرایط آمده، دیگه تقاضا آمده، دیگه خواسته، دیگه فضای توی دنیای قانون باید اساسی هیچ تغییر نخورده. یکی از مشکلات قانون همین و دوم همین قانون عمل شده، یا همه عمل کرده. قانون در قانون اصل قانون مصوبه همینه که شورای نگهبان نظارت کنه بر انتخابات.
بعد آمدن تفصیلش کردن که آقا نظارت استصوابی چیزی اضافه کردن و این نظارت استصوابی یعنی همه چیز تاییدش با اونها همه چیزش با اونها و این قانونا که مشکلات ایجاد کردن در کشور مشکله نماینده که باید از چندین فیلتر رد بشه و بسیاری از این نمایندگان بالاخره رئیس جمهور کشور کسی که 2 دوره رئیس جمهور بوده چندین دوره نماینده مجلس بوده و چندین دوره رئیس شورای امنیت ملی بوده این حالا رد صلاحیت بشه و بالاخره دنیا چه میگه مارم دنیا چه فکر میکنه در حق ما بالاخره دنیا چشم و گوش داره و به ما حساسه مخصوصا یا یک شخصی که وزیر بوده و در یک جای حساسی وزیر بوده حالا رد صلاحیت میشه بالاخره چیزایی هستن که باید مورد توجه قرار بگیرن این مسائل باید خیلی دیده تا زمانی که وسیع نباشه و نظر تا زمانی که بلند نباشه و به یک مذهب منحصر نباشه دید به یک قوم نباشه به یک طیف نباشه و به یک جناح نباید باشه مسئولان باید دینشون همه کشور را ببینن تنوع ببینن و تفکرات را ببینن و همه را ببینن اون زمان میتونه که وحدت ملی را ما مشاهده کنیم با چشم و رحمت خدا را ببینیم با چشم مسئول خیلی به سیاست داشته بودن خیلی نظرشون بلند باشه و اگر خدا نکنه گرایش پیدا کرده بالاخره مشکلات درست میشه و ناراضگی ایجاد میشه الله تعالی همه ما را به مسیر صحیح به مسیر درست راهنمایی بکنه و عاقبت همه ما را به خیر بگردانه و صلی الله علی سیدنا محمد. بله عزیزان توصیه میکنم همه شما را که بالاخره بعد از نماز با آرامش و با ذکر الله تعالی انشاءالله و سکوت رعایت کنید و تشریف ببرید انشاءالله. طلب دعا برای اموات بیماران و مردم غزه و فلسطین بله مردم فلسطین واقعا نیاز هست به دعا برای شما بله 25,000 کشته دادن و هنوز هم به شدت بمباری بر سرشونه دنیا را الله تعالی انصاف بده که فیصله منصفانه بین در فلسطین در غزه انجام بگیره و این اختلافات را دعا کنید که الله برای همیشه ختم کنه و برای همیشه این آخری اختلاف باشه و جمع بشه و تمام بشه و بیشتر ادامه پیدا نکنه و صلی الله علی سیدنا محمد.